حضرت نوح را بینید در قرآن میگه الف سنتین الا 50 عاما. حضرت عبدالله ابن عباس میگه که حضرت نوح 1050 سال عمر دیدگی. در تفسیر همین آیت میگه 1050 سال عمر دیده. یکی وقتی میپرسش عزرائیل چگونه یافتی این دار دون را که دیدی بزم و چرخ و نیل دون را، چهل یافتی دنیا را، چهل خیر. مقصد های همه دا آدمی زیادترین عمر دیدگی توی کو بگو که چی بده ای دنیا و ما چی دیدیم 50-60 سال. بگفتش یافتم تو چون قصر دودر شدم داخل زیاد خارج دیدی. همین رنگ یک قصر دودره یافتمش، ای در درامم ای در برامم. ندیدم هیچ چیزی را به عالم، نخورده خوش کلب زین پا کشیدم. هیچی ندیدم، هیچی نخوردم.